سلام عرض کنم خدمت شما داوران عزیز، آقای احسان علی خانی و عهدهدار محترم. از تسالیتی از رسانه ما دنبال میکنم، ولی 2 روز بعد خدمت با ماشین تاخ به تاخ با نهسان تصادف کرد. 2 ماه رفتم تو کمادو. بعد از که از کما اومدم بیرون دیگه نتونستم حرف بزنم. بعد رفتم خواستگاری، گفتن تو دیگه نه خواستگاری، ولی من باز رفتم چون دوستش داشتم. رفتم دم خونه‌تون، گفت اگه شرط گذاشت گفت اگه بتونی بری من پدر مادرم راضی. اونا هم شرطشون این بود که بیام اینجا بخون.